پول چیه؟ مست میکنه عطر تنت، خلق جهان در به درد بر پدرت. میره خریداری برش، غرور بشر رو داری دورش افسار. زیر سر جنگ شرف اومد و دادی هول شربار. میزنن له تو ده مصبه تو که دورت پر کفاره. میشونی خنده رو لبا نباشی نه ولی باشی شل شلوار. بگو بینم چی داری مگه چی تو وجودت بی وجود که بخوام نخوام پرت میگیره بپرم دیروز. با پول چه کارایی میشه کرد؟ تو میشه فراری داد مقصر، با تو یه ترمه میشه شد مهندس. تو نباشی تو جیب مریضه میزنن حتی یا پول دکترا مریضت شدن خالتورا. ارزش آدم ها صفرای بغل یکه. میگن تو کسی عرضه ای میچرخی چکه. تو چرکی هستی همه چیزو تمیز میکنی. میتونی تلخی هر تمیون تو لذیذ کنی. تو چطور چرکی هستی همه میخوان بچشنه. تو چطور محرکی همه میخوان بکشن. شاید بشه گفت پول یکی از مهمترین بخش‌ها در زندگی هر فرد و جامعه به شمار میره و نکته جالب اینجاست که پول به صورت ذاتی فاقد ارزشه. در عوض پول شیئیه که بر روی اون ارزش گذاری شده و جهت تبادل کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیره. چرا انسان از وقتی که شروع به بزرگ شدن میکنه یکی از دغدغه‌هاش به دست آوردن پوله؟ برای دونستن این سوال باید بریم به گذشته. هزاران سال قبل توی روستاها و جوامع کوچیک مردم برای داد و ستدهای روزانه‌شون از سیستم کالا به کالا استفاده می‌کردن. مثلا کسی که ماهیگیر بود اگه می‌خواست نون بخوره باید در ازای گرفتن گندم یا جو به کشاورز ماهی میداد. یا کسی که چیزی نداشت برای گرفتن چند تا تخم مرغ یا چند لیتر شیر برای دامدار چند ساعت کار می‌کرد. سالهای زیادی مردم با همین سیستم کارشون رو راه مینداختن. بعضی جاها هم چند تا کالای مشخصی رو برای داد و ستدهاشون انتخاب کرده بودن، مثل صدف، نمک، گاو و خیلی چیزایی. ولی خب با بزرگتر شدن جوامع دیگه این کار جوابگو نبود و مشکلات خودشو داشت، تا اینکه مردم با فلزات و سنگ‌های گرانبها آشنا شدن و اونها رو کشف کردن. فلزاتی که تو دسترس همه نبود و پیدا کردنش کار راحتی نبود، مثل طلا و نقره. میشه گفت اولین کسایی که از طلا و نقره به عنوان پول تو معامله‌هاشون استفاده کردن تمدن لیدیه تو 5000 سال قبل بود که هنوز هم سکه‌هاشون تو موزه‌های اروپایی نگهداری میشه و به واحد پولی شکل معروفه. به خاطر کمبود اطلاعات مردم اون زمان از سکه ها، بعضی از کلاهبرداران با ساختن قالب ها و ریختن فلز قلب به جای نقره سکه تقلبی درست میکردن و به این صورت بود که اولین جلب کننده های تاریخ هم به وجود اومدن. اما با گذشت زمان و آگاه تر شدن جوامع تشخیص فلزات برای همه راحت شده بود. سالها بعد با لشکرکشی کوروش بزرگ به لیدیه و الحاق اون به امپراتوری خودش، واحد پولی از شکل به داریک تغییر پیدا میکنه. این سکه امروزه جزو با ارزش ترین سکه هاست و حاوی 96% طلای خالصه. سکه داریک در اون زمان حکم دلار امروز داشت و در بیشتر نقاط دنیا باهاش داد و ستد میشد و علت این امر وجود پشتوانه پادشاهی بزرگ کوروش کبیر بود که از شرق تا غرب وسعت داشت. هر سلسله که میومد برای خودش سکه ضبط میکرد و اسم مخصوص خودش رو روش میذاشت، تا اینکه در شرق چینی ها متوجه شدن حالا نیازی نیست برای هر معامله ای از سکه و طلا و نقره استفاده کرد، چون استخراج این فلزات کار سختی بود و در اون زمان هم امپراتوری چین به مردمش بدهکار بود و حقوق سربازاش هم عقب مونده بود. اومد به جای سکه از اسکناس استفاده کرد. یه سری کاغذ مخصوص چاپ کرد و گفت هر کاغذ یه ارزشی داره و چون مهر امپراتور زیرش بود دارای ارزش شد. اگه الان هم تو اسکناس های امروزی میبینید امضای فلان وزیر زیر اسکناس هست، رسمیه که از همون دوران مونده. این ایده اسکناس به قدری خوب بود که کم کم بیشتر تمدن های پیشرفته شروع کردن به چاپ اسکناس های اولیه که البته به اندازه ارزشی که روی کاغذ نوشته میشد پشتوانش طلا وجود داشت. اما دولت هایی هم وجود داشت که چون مردمشون برای خرید و فروش از سکه های طلا و نقره استفاده میکردن، برای اینکه سکه هاشون هم اندازه و هم وزن باشن، کار ضرب سکه ها رو به زرگر شهر سپرده بودن. زرگر هم برای نگهداری از سکه ها گفت صندوق بزرگی تهیه کرد. مردم هم که به زرگر اعتماد داشتن سکه های خودشون رو به اون سپردن. زرگر هم در مقابلش به اونا رسیدی میداد که نشون دهنده تعداد سکه هاشون بود و اونها با این رسید میتونستن هر وقت بخوان سکه هاشون رو پس بگیرن. به مرور مردم به خاطر راحتی و سبکی رسیدها در معاملات استفاده از اونا رو به سکه ها ترجیح دادن و دیگه کمتر برای گرفتن سکهشون به زرگر مراجعه میکردن. زرگر که میدید اعتبار رسیدها بین مردم بالا رفته، با سوء استفاده از اعتماد مردم رسیدهایی چاپ کرد که معادل اونها سکه و نقره تو گاف صندوق وجود نداشت. اما یه تفاوت خیلی مهم
بین سکه ها و رسیدها وجود داشت. برای ضرب سکه طلا لازمه که مقدار اون محدوده، اما برای چاپ رسید کاغذ جوهر لازمه که میتونی بی‌نهایت رسید چاپ کنی و با چاپ بی‌رویه اسکناس باعث کم ارزش شدن پول شدن و تورم ها یواش یواش به وجود اومدن. در سال 1776 جنگی که بین آمریکا و انگلیس صورت گرفت باعث شد تا آمریکایی‌ها دیگه از پوند استفاده نکنن و پول خودشون رو یعنی دلار به وجود بیارن. با تدبیرهای درستی که رئیس جمهورهای آمریکا یکی بعد از دیگری انجام میداد باعث میشد تا دلار روز به روز قوی‌تر بشه و به پول بین‌المللی تبدیل بشه. در قرن 19 بانک‌ها تأسیس شدن و با وام دادن به مردم و چاپ بی‌رویه اسکناس شروع به رشد کردن. کار این بانک‌ها به این شیوه بود که از سپرده‌های مردم به اشخاص دیگه وام میدادن با بهره‌های متفاوت. ولی مشکل اینجا بود که مردم با خارج کردن پولاشون باعث ورشکستگی بانک‌ها میشدن، چون این بانک‌ها هیچ پشتوانه‌ای نداشتن. اما تنها پولی که پشتوانه طلا نداره دلار آمریکاست، چون تو بانک مرکزی تمام کشورها دلار وجود داره و پشتوانش خودشه. به خاطر همین بعضی از اقتصاددان‌ها میگن که وضعیت به این صورت نمیمونه و دلار تو روزهای اوج خودشه و بعد از این با سقوط بزرگی مواجه میشه. این در صورتی که تمام معاملات دنیا یعنی 98% اینترنتی انجام میشه و فقط 2% این معاملات نقدی انجام میشه. با ظهور رمزارزهایی مثل بیت کوین داد و ستدها وارد فاز جدیدی شده، چون این رمزارز مختص کشور خاصی نیست و این امر باعث غیر قابل پیگیری شدنش شده و به خاطر محدود بودنش هر روز به ارزشش افزوده میشه. اما سوالی که این وسط وجود داره اینه با حذف فیزیکی پول قراره در آینده چه اتفاقی برای شهروندا بیفته؟ دولت‌ها اگه کسی رو بخوان جریمه کنن تا چقدر میتونن به حسابش دسترسی داشته باشن؟ اگر کسی مرتکب بی‌حجاب شد ابتدا جریمه بشه. منتها جریمه نه از جنس جریمه هایی که ما توی خودرو می‌بینیم که مثلا شما خودرو جمع. اولا این جریمه مستقیما توسط مأمور نیروی انتظامی صورت نمیگیره، سامانه‌ایه. یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه. یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. یا حتی با چند روز قطع اینترنت ممکنه چه اتفاقاتی بیفته؟ ممنون که همراه بودین.